دوستان عزیزم، بافت جوجه تا اینجا به این شکل در اومد. لطفاً برای ادامه بافت تا پایان همراه من باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. بافت جوجه ما تا این رج به این شکل در اومده. اول یه 6 تایی بافتیم و دورش خونه‌های 5 تایی بافتیم و 2 ردیف هم بافت 4 تایی زدیم که تو ردیف اول چشم و نوک رو بافتیم و بعد تو ردیف بعدی بالهای جوجه رو به این صورت بافتیم. یک ردیف هم بافت 4 تایی می بافیم و بعد ردیف بعدی بافتمون تغییر پیدا میکنه. این رج بافتش 4 تایی هست با مهره‌های زرد رنگ. برای بافت اولین خونه این ردیف 3 تا مهره زرد وارد نخم میکنم و با نخ سمت چپ سومی رو مشترک میگیرم. اولین خونه 4 تایی این رج به این شکل بافته شد. نخ سمت پایین یا نخ سمت چپمون رو از یه مهره کناریش رد میکنیم و توی نخ بالا 2 تا مهره وارد میکنیم و دومی رو با نخ سمت چپمون مشترک میگیریم به این شکل. دومین خونه 4 تایی ما تو این رج بافته شد. بقیه بافتای این رج هم به همین صورته تا یکی مونده به آخر من میبافم، بعد بهتون نشون میدم. بافت من تو این ردیف به این 2 تا خونه آخر رسیده. یکی از خونه ها رو با 2 تا مهره توی نخ سمت راست
به این صورت با نخ چپ مشترک میگیرم و میبافم. خونه آخرمون به این صورته که از این یه دونه مهره کناری، نخ پایین یا نخ سمت چپ رو از این مهره کناری و یه دونه از مهره خونه اول رد میکنیم. یعنی 2 تا مهره باید رد کنیم تو این خونه. یه دونه از این مهره کناری و یه دونه از این مهره این سمتی. نخمون رو رد میکنیم و با یه دونه مهره توی نخمون این رو با نخ دیگه مشترک میگیریم و خونه آخرمون رو میبافیم. بافت این ردیف به این صورت تموم شد. نخ من کوتاه شده. من از مهره های کناری هر نخی که هر سمت هست، نخ سمت راستم این سمته، از این مهره های کناری به ترتیب رد میکنم و نخ سمت چپم رو هم از مهره های کناری خودش به ترتیب رد میکنم و این قسمت نخم رو به این صورت کور میکنم و دوباره نخ جدید رو از همین نقطه میگیرم و ادامه بافت رو بهتون نشون میدم. خب من نخ جدید رو از همین نقطه‌ای که نخمون تمام شده بود وارد کردم از این مهره. حالا برای بافت این ردیف که بافت 5 تایی هست ما نیاز به 2 تا پایه داریم و این نکته خیلی مهمه که باید دقت کنید که کدوم مهره ها رو میگیرید. مثلا من اگه از این رد کنم نخ رو، این بافت 5 تایی ما به هم میریزه. باید چطوری باشه؟ دقیقاً باید این بافت 5 تایی که اینجا هست قرینش این سمت قرار بگیره. پس این بافت 5 تایی بالای سر جوجه رو نگاه میکنیم، این ادامه بافت رو نگاه میکنیم ببینیم این مهره ها به کجا میرسه. دقیقاً همون 2 تا مهره میشن پایه هایی که ما لازم داریم برای بافت 5 تایی این ردیف. این 5 تایی رو اینجا ببینید. قسمت این 2 تا مهره ادامهش میشه اینجا و اینجا. پس ما باید این نخ کناری رو از این مهره رد کنیم تا 5 تایی ردیف بالا رو ببافیم. ببینید الان نخ ما از این 2 تا مهره رد شدن. برای بافت گل 5 تایی اول تو این ردیف نیاز هست که 3 تا مهره وارد نخ سمت راست کنیم و سومی رو با نخ چپ مشترک بگیریم. اولین بافت 5 تایی ما به این شکل بافته شد. بعد از بافت 5 تایی اولمون تو این قسمت ببینید به قسمت بال جوجه تو اینجا رسیدیم. همینجا در امتداد بال جوجه 2 تا مهره قهوه‌ای وارد نخ پایینمون میکنیم. این نخ پایین ماست، نخ پایینه. 2 تا مهره قهوه‌ای رنگ وارد نخ پایین میکنیم و از این مهره‌ای که مشترک گرفتیم، از این مهره از بالا به سمت پایین این نخ رو رد میکنیم. پای جوجه ما تو این سمت بافته شد. نخ پایینمون رو از 2 تا مهره کناری رد میکنیم. برای بافت 5 تایی دوم توی نخ سمت راستمون 2 تا مهره وارد میکنیم، 2 تا مهره زرد رنگ و با نخ سمت چپمون دومی رو مشترک میگیریم.
ببینید بافت 5 تایی دوم ما اینجا ایجاد شد. بافت 5 تایی اول، پای جوجه این دوتا مهره قهوه‌ای و بافت 5 تایی دوم. دوباره نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنیم. توی نخ بالا 2 تا مهره زرد رنگ وارد میکنیم و با نخ سمت چپ دومی رو مشترک میگیریم. بافت 5 تایی سوم ما اینجا ایجاد شد. دوباره نخ پایین رو از 2 تا مهره کناری رد میکنیم و تو نخ بالاییمون 2 تا مهره زرد رنگ میندازیم و با نخ سمت چپ دومی رو مشترک میگیریم. بافت خونه 5 تایی چهارم هم ایجاد شد. حالا ما بافتمون به جایی رسیده که در امتداد بال قرار داره. این مهره‌ای که الان بافت زدیم در امتداد بال قرار داره و باید پای دیگه جوجه رو اینجا ببافیم. این نخ بالای ماست و این نخ پایینمونه. توی نخ پایینمون 2 تا مهره قهوه‌ای رنگ وارد میکنیم نخ پایینمون که 2 تا مهره قهوه‌ای وارد کردیم از همین مهره‌ای که مشترک گرفته بودیم از بالا به سمت پایین وارد میکنیم. از بالا به سمت پایین. و پای جوجه تو این قسمت بافته میشه. دقیقاً روبروی پای دیگه جوجه قرار گرفت. نخ پایینمون رو از 2 تا مهره کناری رد میکنیم. توی نخ بالایی 2 تا مهره زرد رنگ میندازیم و با نخ سمت چپمون دومی رو مشترک میگیریم. به این صورت 5 تایی پنجم ما ایجاد شد. برای بافت آخرین 5 تایی اینجا نخمون رو از این 2 تا و این مهره کناری یعنی 3 تا مهره رد میکنیم. نخ پایین رو از این 3 تا مهره رد میکنیم. ببینید به این صورت. حالا با یه دونه مهره در نخمون، فرق نمیکنه کدوم نخ باشه، مشترک میگیریم و این خونه آخرمون رو میبافیم. خونه 5 تایی آخر ما اینجا به این شکل بافته شد. حالا نخهامون رو یک بار از این 6 تایی رد میکنیم و محکم کاری میکنیم و توی این قسمت ها نخها رو رد میکنیم و پایان بافت جوجه
به این صورت انجام میشه. من هر نخ رو به ترتیب یه بار نخ سمت راست رو از توی این 6 تا مهره وسط رد کردم، به اینجا رسید. یه بارم نخ سمت چپ رو از این قسمت از این 6 تا مهره رد کردم و به اینجا رسید. حالا میتونیم دوباره نخ سمت راست رو از مهره کناری به این صورت رد کنیم از این مهره ها و محکم کاری کنیم. دوباره نخ سمت چپ رو هم از همین مهره های کناری رد کنیم و بعد در پایان محکم کاری کنیم و نخمون رو قیچی کنیم. بافت این جوجه زیبا به اتمام رسید و اینم نتیجه کار ما. امیدوارم که شما هم ببافید و از بافتش لذت ببرید. اگر از ویدیو من خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدم زودتر با خبر بشید. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.